سلام، خوش اومدیم به قسمت دوم از زندگی ماری کوری. اگه قسمت اول رو ندیدید حتما برید ببینیدش، چون اونجا از دختری گفتیم که تو لهستان اشغال شده بزرگ شد، مادرش رو از دست داد، طعم فقر رو چشید، از تحصیل محروم موند، اما یه چیزو هیچ وقت رها نکرد: رویای دانشمند شدن. قسمت قبل رو با این تمام کردیم که ماری بعد از سالها زحمت کشیدن و پس‌انداز کردن بالاخره بلیت پاریس رو گرفت و دقیقاً از همینجا داستان امروز شروع میشه. سال 1891 ماری فقط 24 سالشه. یه چمدون کوچیک، یکم پول تو جیبش و یه دنیا امید و اینطوری وارد پاریس میشه. اولش میره خونه خواهرش، اما خیلی زود میفهمه اینجا برای کسی که میخواد تمام وقتشو بذاره برای درس خوندن اصلاً جای مناسبی نیست. فکرشو بکنید، هر شب یه اتفاقی میفته، یا یکی نصف شب مریض میشه، یا مهمونا میان و میرن، یا شوهر خواهرش میشینه پشت پیانو و شروع میکنه به هنرنمایی. از اون طرف هم رفت آمد روزانه تا سوربن 2 ساعت از وقتشو میگیره. ماری تصمیمشو میگیره باید مستقل بشه. یه اتاق کوچیک زیر شیروانی نزدیک سوربن اجاره میکنه، طبقه 6. تابستونا مثل کوره، زمستونا مثل یخچال. اما مشکل اصلی اتاق نبود، پول بود. روزی 3 فرانک، همین. باید باش غذا میخرید، کتاب تهیه میکرد، اجاره میداد، گرمایش رو تامین میکرد. نتیجه منوی غذایی یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ چیزی بیشتر از چای و نون و کره نبود. یه تخم مرغ براش حکم یک جشن مفصل رو داشت. اونقدر غذا میخورد که از گرسنگی از پا نیفته، اونقدر میخوابید که وسط خیابون بیهوش نشه. ولی جالب اینجاست، خودش از این زندگی ناراضی نبود. برای ماری خوشبختی یعنی نشستن پشت میز و یاد گرفتن، همین. و شاید همین جاست که باید یک لحظه مکث کنیم، چون این دقیقاً همون درسیه که خیلیامون فراموشش میکنیم. بعضی وقتا راحتی خوشبختی نیست، رسیدن به چیزی که واقعاً میخوایش خوشبختیه، حتی اگه قیمتش گرسنگی و سرما باشه. سال 1893 که فقط 2 سال از ورودش به سوربن گذشته، میره سر امتحانات فیزیک و رتبه اول میشه. همین موفقیت یه بورسیه براش میاره، بورسیه‌ای که کمکش میکنه رشته ریاضی رو هم ادامه بده. سال بعد تو امتحانات ریاضی هم میدرخشه و رتبه 2 رو میگیره. اما چیزی که ماری رو از بقیه متمایز میکرد فقط نبوغش نبود، شخصیتش بود. چند سال بعد وقتی اولین درآمد واقعیشو به دست میاره، همون پول بورسیه رو برمیگردونه به همون مؤسسه. چرا؟ چون فکر میکرد این پول یه هدیه نبوده، یه قرض بوده. قرضی که باید برگرده تا یه نفر دیگه هم بتونه از فرصتش استفاده کنه. مدیر مؤسسه شوکه شده بود. کسی رو ندیده بود که بعد از سالها داوطلبانه پول بورسیه‌اش رو پس بده. اما ماری هیچ وقت اون روزهایی که با شکم نیمه خالی توی اتاق یخزده نشسته بود رو فراموش نکرد. و دقیقاً همین جاست که سرنوشت یک نفر رو وارد زندگیش میکنه که قراره همه چی رو عوض کنه. ماری بعد از تمام شدن درسش تو سوربن تصمیم داشت برگرده لهستان. نقشش ساده بود، تو کشور خودش تدریس کنه، کنار پدرش باشه و یه زندگی آروم داشته باشه. اما زندگی نقشه دیگه‌ای براش داشت. بهار 1894 ماری با مردی آشنا میشه که نه فقط مسیر زندگی خودش بلکه مسیر تاریخ علم رو هم تغییر داد: پیر کوری. ماری 26 سالشه و پیر 34. امروز خیلیا اسم ماری و پیر رو کنار هم میشنون، ولی سالها بعد از مرگشون بحث‌های زیادی درباره نقش هر کدوم شکل گرفت. بعضیا میگفتن پیر دانشمند مهمی نبوده و شهرتش و مدیون ماریه، بعضیا هم برعکس فکر میکردن. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. اونا یه تیم واقعی بودن. نه ماری تو سایه پیر بود، نه پیر تو سایه ماری. مکمل هم بودن و شاید بزرگترین دستاوردشون همین بود. نشون دادن که بزرگترین موفقیت‌ها وقتی 2 نفر واقعا کنار هم قرار میگیرن ممکن میشه. اما قبل از آشنایی با ماری، پیر خودش دانشمند شناخته شده بود. پیر کوری سال 1859 تو پاریس به دنیا اومد. پدرش پزشک روشنفکر بود که اعتقادی به سیستم آموزشی اون دوره نداشت. برای همین خودش تو خونه به بچه‌هاش درس میداد. این روش برای پیر فوق‌العاده جواب داد. از نوجوانی عاشق علم و ریاضی شد، 16 سالگی وارد سوربن شد و فقط 2 سال بعد دستیار فیزیک شد.
اون سالها با برادرش ژاک روی بلورها کار میکرد. فهمیدن بعضی بلورها وقتی فشار بهشون وارد میشه الکتریسیته تولید میکنن. کشفی که بعدها پایه خیلی از فناوری‌های امروزی شد. حتی یه دستگاه فوق دقیق ساختن که میتونست کوچکترین جریانهای الکتریکی رو هم تشخیص بده. توی دهه 1880 روی تقارن کار کرد و قوانین مهمی کشف کرد. قوانینی که هنوز هم تو علوم مختلف کاربرد دارن. بعدش هم تحقیقاتش درباره مغناطیس یکی از معروف‌ترین مفاهیم فیزیک شد. اگه اسم نقطه کوری یا دمای کوری به گوشتون خورده، بدونید از همین تحقیقاته. پیر کشف کرد که مواد مغناطیسی توی دمای مشخص خواصشون عوض میشه. تا سال 1894 که با ماری آشنا شد. پیر تو اروپا چهره شناخته شده‌ای بود. حتی دانشمندای بزرگی مثل لرد کلوین دوست داشتن باهاش دیدار کنن. اما پیر یه ویژگی عجیب داشت. تقریباً هیچ علاقه‌ای به شهرت و مدال نداشت. وقتی خیلیای دیگه دنبال نشون و افتخار می‌دویدن، پیر بارها خودش جلوی معرفی شدنش برای جایزه ها رو گرفت. براش نه شهرت مهم بود نه پول، فقط علم. و خیلی زود همین عشق مشترک به علم بود که اون دو نفر رو به هم نزدیک تر کرد. بعضی آشنایی‌ها فقط زندگی دو نفر رو تغییر نمیدن، مسیر تاریخ رو عوض میکنن. اولین دیدارشون رو یکی از دوستای ماری جور کرد. ماری برای تحقیقاتش درباره خواص مغناطیسی فولاد به آزمایشگاه و تجهیزات نیاز داشت و همین باعث آشناییش با پیر شد. پیر از همون اول تحت تاثیر ماری قرار گرفت. شاید امروز عجیب به نظر بیاد ولی اون دوره کمتر زنی پیدا میشه که بشه ساعتها باهاش درباره فیزیک و ریاضی و مسائل پیچیده علمی حرف زد. دیداراشون بیشتر شد، رابطهشون عمیق‌تر. پیر اونقدر به ماری علاقه‌مند شده بود که وقتی فهمید ماری میخواد برگرده لهستان، حاضر شد شغل و زندگیشو تو فرانسه رها کنه و باهاش بره. اما ماری میدونست استعداد پیر نباید فدای این تصمیم بشه. از اون طرف خودش هم دیگه نمیتونست به سادگی ازش دل بکنه. بالاخره 26 جولای 1895 این دو دانشمند با هم ازدواج کردن. جالبه بدونید به جای خرید وسایل تجملی با پول هدیه‌های عروسیشون دوچرخه خریدن و ماحصلشون رو با دوچرخه سواری تو جاده‌های فرانسه گذروندن. زندگی مشترکشون فقط رو عشق بنا نشده بود. علم هم بخش جدا نشدنی از این رابطه بود. ماری علاوه بر کارهای خونه، مطالعه و تدریس، ساعتهای طولانی هم تو آزمایشگاه کار میکرد. میخواست هم دانشمند موفقی باشه، هم تو تامین هزینه‌های زندگی سهیم باشه. سال 1897 دخترشون ایرن به دنیا اومد. دختری که سالها بعد راه پدر و مادرش رو ادامه داد و خودش هم برنده جایزه نوبل شد. اما درست وقتی که زندگی خانوادگیشون شکل گرفته بود، اتفاقی افتاد که مسیر علم رو برای همیشه عوض کرد. ماری مقاله درباره آزمایش‌های رنتگن و هانری بکرل خوند. مقاله‌ای که از یه پدیده عجیب حرف می‌زد. بعضی مواد بدون هیچ منبع انرژی مشخصی از خودشون پرتو ساطع می‌کنن. یه سوال ذهن ماری رو درگیر کرد. چرا اورانیوم بدون دریافت انرژی پرتو منتشر میکنه؟ همین یه سوال ساده شروع یکی از مهمترین تحقیقات تاریخ علم شد. ماری و پیر آزمایشگاه مجهزی نداشتن. تنها چیزی که گیرشون اومد یه انبار قدیمی، سرد، نمناک و بدون برق بود. تو حیاط یه مدرسه. اما براشون مهم نبود. چون علم همیشه تو بهترین ساختمون‌ها متولد نمیشه. گاهی توی انبار فرسوده و فراموش شده یه انقلاب شروع میشه که کل دنیا رو تغییر میده و این انقلاب تازه شروع شده بود. تا اپیزود بعد یادتون نره که تاریخ رو همیشه آدم‌های با استعداد نساختن. آدم‌هایی ساختن که وقتی همه خسته شدن هنوز ادامه دادن.